ببین اگه داری هر ماه کابل جدید میخری تقریبا میشه گفت که مشکل از خودته. تو ادامه این ویدیو میخوام به 3 تا از کارهایی که هممون میکردیم و معروف بود و کابلمون خراب میشد و بهت بگم. اشتباه اول، موقعی که میخواستی کابلو بکنی کابلو از سیم میکشیدی نه از سوکت. اشتباه دوم، ما کم مونده بود دیگه موقعی که داشت گوشی شارژ میشد باش هم بازی کنیم، هم غذا بپزیم، هم بیرون بریم، هم فیلم ببینیم، هم همه کار کنیم. و دقیقاً همونجا که کابل خم میشد همونجا بود که دیگه بعد کابلو مینداختیم دور و فکرش از سرمون بیرون میکردیم. و اشتباه آخر که هممون فکر میکردیم فقط آداپتور مهمه و کابل اصلا مهم نیست و یه کابل بی‌نامونیشونه در 15000 تومانی می‌خریدیم و با خیال خودمون فکر می‌کردیم که آداپتور کارو برامون در میاد. خلاصه اگه همه این کارایی که گفتم شما هم انجام میدادید، ما توی رایان گجت تو دسته‌بندی کابلمون از بهترین کابل‌هایی که توی بازار هستن براتون موجود کردیم. میتونید تو هایلایت پیج سر بهشون بزنید و کابل مورد نظر خودتو انتخاب کنید.